قبل از اینکه بخوای اعتراض بکنی به برگ تشخیص مالیات عملکرد یا برگ مطالبه ارزش افزوده، میخوام بهت 2 تا نکته خیلی مهم بگم که توی تحریر لایحه بهت کمک میکنه. مورد اول اینکه اگه میخوای به برگ مطالبه ارزش افزوده اعتراض بکنی، حتما باید لایحه شما 2 قسمت داشته باشه، الف و ب. من به چی ارزش افزوده اعتراض دارم؟ اگر به مأخذ فروش اعتراض دارم باید به صورت جداگانه آورده بشه. ب، اگر به اعتبار تایید نشده اعتراض دارم باید به اون اشاره بکنید. در ارتباط با لایحه اعتراض به مالیات عملکرد شما باید بند حتما در لایحه‌تون بیارید به چی اعتراض دارید که این تاثیرشو بذاره روی درآمد مشمول مالیات و با رفرنس و بخشنامه‌های قانونی این موضوع رو بگید. بنابراین اگر میخواین یه لایحه خیلی خلاصه داشته باشین، کلمه لایحه رو برای من کامنت کنید.